1807 ما اتمو کشف کردیم. ما که نه، ما که الحمدلله کار خاصی نکردیم. اون موقع دوران قاجار بود، مردم دنبال 2 سیب نانو میگشتن. بعد هی راه میرن میگن که انتگرال به چه درد میخوره، سینوس به چه درد میخوره تو زندگی. آقا اصلا من برای چی باید فیزیک بخونم؟ راست میگم. ولی بعداً نمیتونی قور بزنی که چرا ایران اپل نمیسازه، چرا ماشینایی که ما میسازیم مثل تسلا نیست. برای اینکه اون زمانی که مردم میرن دانشگاه درس میکنن، تلاش میکنن، همون سالهای 1800 که اینا داشتن کشف میکردن، تو زمان قاجار ایرانی‌ها داشتن 2 سیب نانو میکشیدن، کیف میکردن، از طبیعت لذت. هی راه میرفتن میگفتن سینوس به چه درد میخوره، انتگرال میخوام چیکار کنم، دانشگاه برای چی برم، اصلا برای چی بریم مدرسه، دخترا نرن مدرسه، پسرا کم برن مدرسه، بیا کار کن تو زمین. همین حرفایی که الان عوام میزنن. بعضی وقتا میبینیم مثلا توی چیزی اکسپلور میشه که آقا من هیچ وقت سینوس تانژانت به دردم نخورد تو زندگی. به درد یک جامعه جهان سومی که قرار کاری نکنه، چیزی اختراع نکنه نمیخوره. نه اینا ولی لازمه برای اینکه تو اپل بسازی. میتونی مثل دوره قهوه تلخ مال آقای مهران مدیری یا مثل دوره قاجار زندگی کنی، ولی بعد نمیتونی قور بزنی که چرا من نمیتونم، چرا چیزی ما اختراع نمیکنیم، چرا ما خودمون نمیتونیم هواپیما بسازیم. چون تو باید بسازی. تو هم که سینوس کوسینوس دوست نداری، از انتگرال خوشت نمیاد، حل مسئله اذیت میشی، ترجیح میدی مثلا با دوستات برید کافه دور هم جمع شین. خالص اشکال نداره، ولی از تو این چیزی در نمیاد. با کافه رفتن که نمیشه ماشین تسلا ساخت.